یک غلام به دست، غلام زنگی، غلام یک یهودی گوسپند میچراند است. وقتی دید که یهودی ها همه سر تا پا مسلح شده ایستادیان و تیار شده استیان، سوال کرد که چی واقعه شده است؟ گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم با لشکرش آمد. گفت این محمد کی است؟ گفتن یک شخصی که دعوای پیغمبری کرده است. یهودی ها گفتن. در دل همین مرد خداوند یک نور انداخت. گفت کنی برم تحقیق کنم. همه گوسپندا را پیش کرده آمد به لشکر مسلمانا. او دلش صاف که دارد پروا ندارد. آدم دلش صاف باشه همه را مثل خود حساب میکنه. او دلش سیقل دار. آمد گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم. یهودی ها گفتن که تو دعوای پیغمبری میکنی؟ گفت بله من پیغمبر خدا هستم. گفت ما را به چی دعوت میکنی؟ گفت به این که خدا را پرستش کنی، در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نگردونه، با پیغمبری من ایمان بیارید. گفت اگر من همین کار کنم به من چی میرسد؟ گفت در این صورت خداوند تعالی در جنت المأوا مستقر میگردونه. این مرد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. یا رسول الله، گفت همین گوسپندا در دست من امانت، اینا چیکار کنم؟ اگه شما تصور کنه که مسلمان ها خوشون گرسنه، احوال گفتم. حتی در روایات اومده است که یک یهودی یک دنبه بو گرفتگی گوسپند از بالای قلعه پرتاید، همون را مسلمان ها گرفتن استعمال کردن، گشنه بدن. اما امانت که گفت، غلام زنگی گفت که این امانت هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر امانت باشن گوسپندا تا پیش و پیش کن، بر در وادی حسبا رهاشو کن، انشالله خداوند به صاحب شو میرسونش. و همه غلام زنگی هم گوسفندا را آورد در وادی حسبا رها کرد. گوسفندا راه خونه شون میدونن کو سراسیمه طرف قلعه آمدن و همه یهودی هم فهمید که غلامش مسلمان شده بود است، اما تمام گوسفندا را به دستش دادن. از برای خدا شما یک اندیشه کنه که چقدر عدل، چقدر جوانمردی، چقدر امانتداری امروز چی درد رسیده است. برادر به برادر خودش باور نمیکنه یک چیز امانت بگذاره. اینقدر خیانته که در امانت میکنیم، اینقدر حیله و نیرنگه که در جامعه هست. بعد این میگیم که کمبغلیم، قشاقیم، زندگیمو مشکل میگذرد، کارمو برار نمیگیره. آخه از کجا برار بگیره وقتی که بنام مسلمانیم، مسلمان جغرافیایی هستیم، در صورتی که آخه به فرموده های خدا و پیغمبر عمل نداریم؟ از خدا بترسی برادرو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیت النفاق ثلاث. نشانه نفاق سه چیز است. سه چیز هر کسی ده باشه او آدم منافق است. اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. وقتی شخصی که سخن میگوید دروغ میگوید در سخن گفتنش، از برای خدا ما دروغ بیاویم بگید از گفتن راستی ما میکنیم، همه قدر دروغگویش دیم حسابش گم. پیش رفیق رفته است تلفنش میکنی کجا دایی یا جویر نام او خدا جان تماس کنه ماشین تا اگانی اوروها حی کده استیان او تو چیزو رو تو مادای در همیشه دروغ بگوی. میگه که تو همین درجه رو واقع امروز دروغ جامعه را فرا گرفته است. باز قسم میخورم بالای همین دروغاشو. وقتی که وعده بتا خلاف وعده کند، وعده خلافی نشانه منافقه است. و نهایت وزنین ترین کار اذا اؤتمن خان، وقتی به کسی امانت را دادن در امانت خیانت کند. ببینه یک غلام زنگیه که مسلمان شده است، جانش خلاص شده است از او یهودی، پیغمبر خدا را سوال میکنه که یا رسول الله همینا در دست من امانت چیکارش کنم؟ مقصد در دست تو تسلیم کنم چیکارش کنم؟ خودم بگیرمش؟ حضرت صلی الله علیه و سلم امانت داریش ببینه محمد امینه گفت بر در وادی حسبا رهاش کن. اگر چند مسلمان ها احتیاج داشتن، اگر همون را در جنگ میگرفتن، او غنیمت جنگی بود برای مسلمان ها را از شین مادرشو حلال بود. اما وقتی که امانت است
او غلام به اختیار خود پیش کرده گرفته است آورده استش. ببینه که مسلمان‌ها تا کدام درجه در امانت وفادار بدند و خیانت نمی‌کردند. امروز هم اگر ما و شما در امانت خیانت نکنیم، اگر دروغ نگیم، حق برادر مسلمان را رعایت کنیم، برای مسلمان چیزی را که برای خود روا نمیبینیم روا نبینیم، انشالله پروردگار همون سطوت بزرگی را باز از سری نو برای مسلمان ها عطا میکند. اما هیهات غرض از همین قصه را آوردن اون است که ما و شما عبرت بگیریم بر رفتار و کردار رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ما و شما نیز تقلیدی داشته باشیم. بود بقال و او را توتی خشنوای سبز گویا توتیه. یک بقال بود است، بقالش بکله شیک. همین بکله اصلا کلمه خودمون است، از زبان عربی گرفته شده است. بقالی یعنی موضعی که در اونجا روغن میفروشن، آرد میفروشن، دانواری میفروشن، امثال اینا. یک بقال توتی داشته است، میگه یک توتی سبز رنگ بسیار زیبا و خوشرو. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با هم از سوداگران. در نوای توتیان حاذق بودی، بر ندای آدمی ناطق بودی. توتی هم خوشرو صدا میبرآورده است، هم با زبان آدمی کم کم گپ میزده است. اگر توتی را کلمه یاد بده خیلی گپا را یاد میگیره، صاحبش میشناسه، صاحبش سلام میته. بعضی توتی های زیرکی هستند که آیه های قرآن حفظ میکنن، سوره های کوتاه حفظ میکنن. همین توتی را توتی گویا بده است، گپ میزده است. یک روز صاحبش به خونش میروه برای کار. در این زمین بعضی کارو میشوه. در روایتی در بعضی از نسخه های مثنوی اومده است که یک گربه میگه داخل دکان شده بود، توتی را دید، به سوی توتی هجوم کرد. بیچاره توتی همون جان سرکی خست، از این طرف دکان و طرف پرید، بعضی شیشه های روغن چپه کرد، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. روغن گل بسیار قیمت های گیران یک وقت مخصوص میگرفتن برای روغنش. از روغن گل دوخی تیار میکنن. بعضی مثلا داروهای معالجوی بسیار قیمت بها تیار میکنن. شیشه ها را چپه کرد، اومدن شیشه ها در زمین زدن ریخت. جزیر باشید هم دکان و هم شیشه ها شکستن، روغن حیف شد. از سوی خانه بیامد خواجه اش، در دکان بنشست فارغ خواجه اش. خواجهش بیچاره ایکجا میدونه که روغن ریخته است، خیالش که همین دکانم تازه خسرو است، به او دکان کودک نباشه که پیش او کنه. آخی اومد به حضور چه پرتاف چار ترکشه، دید پر روغن دکان جامه چرب. نگاه کرد که همه پری روغن بود است، لباساش در روغن گم شد، غضبش کرد. دید پر روغن دکان جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل زی ضرب. تیوخه گرفت در سری توتی، ای قهرش شپید. توتی در پیش سرش تاج داره، میدونه نه؟ همون تاجکاش ریخت، کل شد. چوب میگن، چوب که همون چوبش ریخت. مدت چند سخن کوتاه کرد، مردی بقال از ندامت آه کرد. ریش بر میکند میگفت ای دریغ، کافتابی نعمت هم شد زیری میغ. دیگر توتی ای گپ مون. این بیچاره گفت یگان مزگتریسینی گرفته است بیچاره. همین وقتی که ستریسینی مزگ شود انسان میتونه که ای گپ مونه، ای شنیدن مونه، از دیدن مونه. حتی دیگه بیچاره ریشاش هم میکنه و دست پشتی دستش به ننان میخواه که خاک در سرت چی بزدیش. دستی من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سری این خوش زمان. کاش که دست میشکسته همین را نمیزدم، ای گپ نمیمون. یک مونیسی دکانه ای گپ مانوندم. او خونه سوخته توتی که گپ میزده است، همون خریدارا هم بسیار جلب میکرده است. دکان دایم پری خریدار بود، دیگه کلینتاش هم دور شدن.
بعد 3 روز و 3 شب ناامید زار بعد 3 روز و 3 شب حیران زار بر دکان بنشسته بود ناامیدوار. جولقی سربرهنه میگذشت با سری بیمو چه پشتی تاس تشت. 3 شب و 3 روز گپ نزدی مردک دیگه دست دیلش خنک شد گفت تمام اکی گنگ شده است. یه روز ششته بودن خوجین محزون و این توتی رم دماغش سوختگی که نخواسته پیش دکان یک جولقی یک درویش سر تراشیده است کل کرده سر مثل تاس واری می درخشه میگه آفتاب باری ای پیش دکان عبور میکند. توتی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد که هی فلان از چی ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی. توتی کل دید خیال کرد که این کل بیگم بی ادبی کرده است. درویشم زدیان سرش کل کردیان ها کل گجوره گفت ترا روغن چپا کردی زدن سر تا کل کردن. در گپ در آمد از قیاسش خنده آمد خلق را کوچه خود پینداشت صاحب دلق را. مردم همه را خنده گرفت. یک درویشی را که به خاطر خدا از بحر دنیا گذشته است این توتی بیچاره به خودش قیاس کرده است. بعد حضرت مولوی نصیحت بان میکنم کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. انا میختم سر تا بسری هر بزرگ نمان. اولیاء الله دوستای خدا او کسایی هستند که آخه هر کس به اون مرتبه و منزلت نمیرسد. گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. در نوشت فارسی بین شعر و بین شیر هیچ فرق نیست. از همون 3 حرفی بورتن شین یا و را اما فرقش خیلی کلانه. جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند اولیا را مثل خود پینداشتند. ولی گپ زنی میگن هم رجال و نحن رجال و اونا را مرد بدن ما مردیم گوخی اونا میخوردن ما میخوریم اونا میپوشیدن ما میپوشیدیم. همو اولیاء الله هم زن میگرفتن کودک میزویدن کار میکردن بعضیش هیزم کشی میکرده است بیچاره بودن بعضیش از جور ظلم کردین سرشون به سر همون بزرگان میمونن. همسری با انبیا برداشتن اولیا را مثل خود پینداشتن. گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خواب مخور. این ندانستند ایشان از اما هست فرق در میان نامنتها. نفهمیدن که فرق خیلی کلانه. هر دگون زنبور خوردند از محل زان یک شد میشه زین دیگر اصل. همین زنبوری علاو زنبوری اصلیت چی را میخورن خیلی علاو کلونه زردک شب گیریم یک تش اصلت میتو یک تش نشد میزنه. هر دنه خوردند از یک آبخور آن یک خالی و این دیگر شکر. نی شکر و قمیش هر دش یک آب میخورن. نی شکر شکر میتو یک قمیش خالی بوده. هر دگون آهو گیه خوردند آب زان یک سرگین شده زین مشکین آب. همین آهو یا چی را میچرن میخورن. آهوی است که از اون مشک میگیرن مشک ختن میگیرن. اما بسیاری آهو است که فقط همون سرگین میبروی از قفاشو یکون حاصل ندارن. ببینه 100,000 همچنین اشباه بین فرقشان 70 ساله راه بین. آن خرد گردد پلیدی زو جدا این خرد گردد همه نوری خدا. همین طعام همه میخورن. یک از بعد خوردن طعام میروه در مسجد نماز میخونه یک فاسق بدگوهر میروه زنا میکنه. آیا برابر هستن؟ آن خرد زاید همه بخل و حسد این خرد زاید همه عشق احد. این زمین پاک آن شور است بد این فرشته پاک آن دیو است دد.
هر دو صورت گر به هم ماند رواست. شما غره به صورت ظاهری نشوه، میتونن که در صورت یک خیل باشن. آب تلخ و آب شیرین را صفاست. همه آب تلخ هم رنگ آب شیرین صافه بیغباره. آب شیرین بعضن اگر سیل بیایه بلای میشوه، آب تلخ همیشه صاف و مصفاه. پس مغرور ظاهر نشوه که اینا از هم دیگر خیلی تفاوت دارن، خیلی فرق دارن. اینا در مراتب راویای حدیث من برای شما یک مثال اندک، یک مثاله که آوردم. خب